با سلام خدمت شما دوستان. امروز هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع روز. چند دقیقه رو با شما نامه‌ای از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران به رئیس قوه قضاییه در این خصوص خواستیم صحبت‌هایی رو مطرح بکنیم. همونطور که اعتراضات به صورت هم گسترده و هم به صورت ادامه دار در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و دانشگاه‌ها و حتی مدارس در حال جریان گزارشات حقوق بشری بسیار نگران کننده‌ای تنظیم شده و منتشر شده، به این ترتیب که به صورت رسمی بیش از 14,000 نفر و حتی در بعضی منابع از 15,000 نفر بازداشتی از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی خبر داده شده. بیش از 500 نفر جون خودشون رو از دست دادن، چه در خیابان‌ها با شلیک انتظاری هم از رژیم سفاک جمهوری اسلامی نیستش. البته زیاد هستش، ولی خب حالا ما این در حدود 14-15 هزار نفر رو در نظر میگیریم. این در حالی که در روزهای اخیر، حتی هفته‌های اخیر، هم از طرف برخی مقامات در داخل ایران هرچند کم و همچنین در خارج کشور در مورد برخورد بر کشورهای مختلف، مقامات کشورهای مختلف و همچنین گروه‌های حقوق بشری، سازمان‌های حقوق بشری، انجمن‌های مختلف حقوق بشری و البته چند از مقامات داخل ایران، خیلی کم البته، و انتظار این در برخی مراکز و از اثر برخی این انتظار میرفت که شاید یک عفو عمومی و یا به دلیل تعداد بسیار زیاد بازداشتی ها مسامحه‌ای صورت بگیره و بسیاری از این بازداشتی ها آزاد بشن در طی چند روز و یا در مدت بسیار کوتاه. یک حادثه بسیار نگران کننده اتفاق افتاد. اون هم اعتراض نمایندگان مجلس به مسامحه احتمالی از طرف قوه قضاییه و امضا کردند و به رئیس قوه قضاییه محسنی عشه‌ای فرستادند. موضوع نامه این هستش که در اون نامه خواستار این شدند که رئیس قوه قضاییه و قوه قضاییه که باید البته در کشورهای دموکراتیک نه در ایران بایستی عدل و عدالت رو برقرار بکنه، خواستار این شدند که اشد مجازات رو برای اعتراض کنندگان، یعنی اونهایی که بازداشت شدند، اعمال بکنه، نه اینکه مثلا عفو بکنه. خب این وضعیت خیلی نگران کننده هستش. نمایندگانی که از طرف همون مردم به اصطلاح انتخاب شدن و بایستی به فکر مردم باشند، به فکر خواسته های مردم باشند، تا به اکنون از زمانی که 2 ماه از
این اعتراضات میگذره و مردم در کف خیابون هستند و اعتراض میکنن به خواستار برخی اصلاحات شاید یا برخی تغییرات شاید هستند، عوض اینکه این نمایندگان، به اصطلاح نمایندگان که از شهرهای مختلف به مجلس رفتن، از طرف همون مردمی که در کف خیابون کشته شدن و میشوند و بازداشت شدن، در زیر شکنجه دارن زجر میکشند و کشته میشن و چندین نفر رو اعدام هم خواهند کرد، چون که حکم اعدام برای چندین نفر در شرف صدور هستش. بایستی صدای اون مردم باشند و به خواسته های اونها توجه بکنند. علیرغم اینکه رهبر این رژیم هم رهبر این رژیم و هم به اصطلاح رئیس جمهور این رژیم و یا اسرائیل و یا کشورهای آن وضعیت رو طور دیگه‌ای ببینند، ولی متاسفانه می‌بینیم که همونطور که رژیم مشروعیت خودش نیمه مشروعیتی هم بود، مشروعیتش از بین رفته. مجلس شورای اسلامی این رژیم هم به واسطه رفتار غیر دموکراتیک، رفتار ایدئولوژیک و رفتار واقعا وحشیانه این نمایندگان، به اصطلاح نمایندگان، اساسا مشروعیت خودش رو از دست داده. مجلس هم مشروعیت خودش رو از دست داده. اینجا یک نتیجه ای رو بایستی بگیریم که اساسا این نمایندگان از طرف این مردم انتخاب نشدن، یعنی اونهایی که در عرض چند سال اخیر به که در انتخابات شرکت بکنن و یا انتخابات رو حتی اگر طوری رفتار انتخاباتی بکنن که به نفع مثلا خودشون باشه و یا به نفع نامزد انتخاباتی خودشون باشه، توجه اونها رو به این مسئله جلب میکنن که اساسا انتخاباتی در 27 نفر نه به فکر مردم بلکه به فکر منافع خودشون و به فکر منافع در خطر افتاده خودشون هستن. به چیزی فکر نمی کنن به غیر از باقی موندن اون رژیم سفاک و وحشی که در خیابونها مردم خودش رو میکشه، در زندانها شکنجه میکنه و مردم خودش رو، جوانهای خودش رو میکشه. چندین البته نماینده هستش که امتناع کردن، یعنی رئیس نمایندگانی که امضا کردن رو هم هنوز من ندیدم، ولی خب مطمئن باشند این نمایندگان که در حال حاضر مردم منتظرند که این اسامی رو بدونند و یاد بگیرند و مطلع باشند و این نام ها، این اسامی که امضا کردند، این نامه ننگین رو که به رئیس قوه قضاییه فرستاده شده، از یاد نخواهند بود، نه خودشون رو و نه کنم ابواب جمعیشون. به هر حال متاسفانه این وضعیت پیش اومده و امیدوارم که باز هم خواهش میکنم از این که از دوستانی که خارج کشور هستن، سازمان‌های حقوق بشری و مقاماتی که میتونن تاثیرپذیر باشن در افکار عمومی جهانی، که این فشار و این عرض کنم تهدید از روی بازداشت شدگان برداشته بشه و فشار مضاعف بر رژیم اسلامی وارد بشه تا از
وحشیگری های احتمالی آینده که مسببش اگر انجام بشه و اساسا داره انجام میشه، ولی بعد از این هم اگر اعدام هایی و یا حبس های بلند مدت و جزاهای طویل مدت و سنگینی باشه، این نمایندگان هم در اون سهیم خواهند بود، رو از یاد نخواهیم بود. ممنون که با ما بودید. تشکر میکنم. امیدوارم که هرچه زودتر این رژیم ثابت شه و مردم به آرزوی دیرین خودشون که دموکراسی رئیسیته و